خودکشی دختری بلوگری جوانی تاجیک مدینه بسیف. و السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان امور. اگر معلوم نشود در زیر ویدیو لایک گذارید و نوا را با دقت خوب تا آخر گوش کنید که چرا مدینه بسیف میخواست خودش را به قتل برساند و سببش در چیست بر شما نقل کرده میدهم. بر همه ما و شما معلوم است مدینه بسیف در سامانه‌های اجتماعی با نام دینا سیوا مشهور است. البته با دختر تاجیک چنین کارها نمی‌زیبد. یعنی چیکار؟ مدینه جوانی 21 ساله با این سن و سال جوانی خود نگاه نکرده در سامانه‌های اجتماعی خیلی مشهور شد. یعنی در تیک تاک زیاده از 22 میلیون پادپیشچی، در اینستاگرام هم زیاده از 7 میلیون پادپیشچی دارد. از این 2 سال پیش در سامانه‌های اجتماعی نوار پخش شد که مدینه بسیف میگفت و جوانهای تاجیک را دشنا میکرد. سبب این بود که جوانهای تاجیک برای کاری کرده او را لطف‌کوب کرده باشند. با گفتی بعضی از اعضایان شبکه همین مدینه بسیف روز 21 اپریل مدینه بسیف پخش مستقیم کرده است و در پس اکران یک پرده بود، اما از بین 5 دقیقه گذشته است و هیچ صدای از مدینه بسیف نمی برآمد. تماشابینان خود نمیدانستند که در پس اکران چی واقعه رخ داده است. در همین حالت ناگهان صدای مادر مدینه برآمده است که او را فریاد میکرده است. از بین همین طور 10 دقیقه گذشت. هیچ کس چی شدهش را نمیدانست و ناگهان صدای برآمد او زنده است و پخش مستقیم قطع گردیده است. در خبرها می آید که مدینه بسیف در حقیقت به جان خود قصد کرده است، اما عین حال زنده بوده است. سبب آن است که او را در سامانه‌هایش تاجیکان دشنا می‌کردند و می‌گفتند که با دختر تاجیک این کارها نمی‌زیبد. البته درست است، زیرا وقتی داخل پروفیل همین مدینه بسیف می‌شویم نوارهایی که او دارد و عکس‌هایی که او دارد البته با دختر تاجیک این عکس‌ها نمی‌زیبد. فکر می‌کنم که مدینه بسیف خود را دیگر تاجیک نمی‌شمارد، زیرا هر نوارهایی می‌کند با زبان روسی و با جوان‌های روس چنین نوار می‌کند و فکر می‌کنم که الکی ملت خودش را هم شاید فراموش کرده باشد. خب ناگفته نماند که دختران تاجیک ما خیلی انصاف و ایمان و ناموس قوی و ناموس مستحکم دارند و خود را نمیخواهند که شرمنده و شرمسار مردم کنند. البته هر کس با گور و اعمال خودش جواب میدهد، اما با دختران تاجیک این کار نمیزیبد. از درگاه خداوند خواهان آن هستم که بزار مدینه بسیف را ایمانش را مستحکم بگرداند و از این راهی که او انتخاب کرده است بازگردد و ملت خود را، تاجیک بودن خود را فراموش نکند. خدا یار و مددگارتان باشد. خداحافظ.